در این درس سیستم مدل نشاندهندگی رو کار میکنیم. در درس‌های پیشینه ما مدل رو دیدیم با فونکسیون نشاندهندگی و نوبرابری رو در اینجا سیستم میبینیم. سیستم هم مشکل نیست، فقط شما چیکار میکنیم؟ باید خصوصیت‌های درجه رو به خاطر آورده سیستم مدل رو به سیستم مدل خطی گردونده کار کردن. مثلا در اینجا یک مش بینید سیستم مدل داشته است. میبینیم که یک مش یک تقسیم 7 در اینجا 49 میدونیم که 7 کوادرات است و ما میدونیم که یک تقسیم 7 چقدر نوشته میتونه 7 در درجه مینوس 1 خاصیت های درجه رو با خاطر آورده. از اینجا ما اساس ها رو برابر کرده درجه هم باید برابر کرده میتونیم. یعنی ما یک مش رو چقدر نوشته میتونم 7 درجه مینوس 1 در درجه 3x مینوس 2y برابر است با 7 کوادرات. و از اینجا چی گفته میتونم؟ بیاین یک بار نویسم. مینوسی اگر من درجه رو ضرب میکنم مینوس 3x جمع 2y برابر باید 2 شود. اگر اساس ها برابر باشد درجه هم باید برابر شود. از دویمش نگاه میکنیم. یک تقسیم ریشه 7 ما چقدر نوشته میتونیم؟ ما میدونیم که این یک تقسیم 7 درجه یک تقسیم 2 است و اگر درجه رو با بالا گیره مینوس میشود. و از اینجا اگر مدل دویم چی میشود؟ 7 درجه 8x مینوس y تقسیم 2 برابر است با 7 درجه مینوس 1 تقسیم 2. یعنی سیستم مدل ما ساده کردیم. اساس رو برابر کردیم. وقتی که اساس رو برابر کردیم درجه هم باید برابر کرده میتونیم. و از اینجا میشود که 8x مینوس y تقسیم 2 برابر است با مینوس 1 تقسیم 2. و این سیستم مدل رو ما میدونیم چه کار کردیم. این سیستم مدل خطی است. برای کار کردن بیاین دویم مدل رو با 4 ضرب کنیم. برای چی؟ y رو یک کردن میخوام. یکمش عوض نمیشود. اگر با پایان کار کنیم مینوس 3x جمع 2y برابر 2 و دویم مدل چی میشود؟ 32x مینوس 2y برابر است با مینوس 2. بعد هر دوی مدل رو جمع میکنم. وقتی که جمع میکنیم چی میشود؟ 29x مینوس 2y اینها یکدیگر اختصار میکنم و اینها هم یکدیگر اختصار برابر 9 میشود. از اینجا چی معلوم میشود؟ x برابر 0 است. اگر x برابر 0 باشد در یکی از مدل ها ما به کار میتونید. اگر x برابر 0 باشد y برابر 1 است. و از اینجا جواب ما x 9 y 1 9 و 1. این جوابی سیستم مدل ما. میتونید با آسانی سنجش گذارونید جای x و y عدد ها مونید جواب ها درست میشود. با یک مثال دیده برایم سیستم مدل در اینجا کمتر دیگرگون است. در اینجا ما سیستم مدل کواdraتی داریم. ببینیم دوی مدل چی به ما میگوید؟ 49 رو ما 7 کوادرات نوشته میتونیم. و از اینجا معلوم میشه که بیاین برو نویسم x جمع y برابر 2 است. لیکن در دوی من اساس 3 دارم و در جواب 6 دارم. من در اینجا اساس رو یک جای کرده نمیتونم، برابر کرده نمیتونم چون که هر خیلی است. لیکن چیکار کرده میتونم؟ از دوی مدل من میتونم y رو 2 مینوس x نوشته میتونم و این رو با یکم استفاده میبرم. با یکم مدل یک مدل من با چی تبدیل میبرم؟ 3 درجه x جمع 3 درجه 2 مینوس x برابر 6 است. و از اینجا چیکار کنم میتونم؟ بیایم دیگر که نویسم 3 درجه x جمع 3 کوادرات تقسیم 3 درجه x از روی جهت خصوصیت های درجه ها مینوس باشد تقسیم کرده میتونم برابر 6. باز آسان تر شدن نگاه کنید. یا در 3 درجه x رو به حرف تبدیل a گویم. این میشود a جمع 9 تقسیم a برابر 6. و این مدل رو باید کار کنیم. مدل چی کار میکنیم؟ مخرج رو برابر میکنیم. a کوادرات جمع 9 برابر 6 و اینجا مدل کوادراتی میشود و این میشود a کوادرات مینوس 6 a جمع 9 برابر 0. شما میتونید با یاری مدل کوادراتی کار کنید یا اینکه به قوس اگر جدا کنیم این میشود a مینوس 3 در کوادرات برابر 0. و از اینجا معلوم میشود که a برابر 3. لیکن به ما a لازم نیست، به ما x لازم است. ما a چی گفته بودیم؟ a رو ما 3 درجه x گفته بودیم. از اینجا معلوم میشود که 3 درجه x برابر 3 و اگر درجه نمیشه هم وقت 1 است و x برابر 1 است. یعنی x رو یافتیم و ما چی گفته بودیم؟ x جمع y برابر 2 است. اگر x 1 باشه y هم برابر 1 میشود. و از اینجا
системаи модули мо ҷавоби 1 ва 1-ро дорад. Инро ҳам бо осонӣ санҷиш гузаронида метавонед. Ба системаи модулида биёед, ҷои x ва y 1 ва 1-ро агар монед, ҳамин ҷавобҳоро мегиред.